کلام نثر است و این را نظم ندان. هر که این را نظم داند خر بدان. این چنین است نثر ما در آن کتاب، کو قرآن است و غیر او مدان. گرچه باشد آن کتابم جمله ننظم، لیک با اسرار گویم نثر نثر. گرچه میبینی و میخوانی تو نظم، لیک زنهار گر به نامی غیر نثر. من خدایم شاعری نه هوشدار، گر به نامی شعر ارگو تا کردگار. گرچه هستم من خدای ذوالجلال، لیک گشتم پیر و بر من نیست حال. میرود یادم صحنه های قدیم، میشمم رسوا پیش آن و این. یک شبی سرمست جامی پر فروغ، لاف خلقت بستم در 6 روز. بار دیگر چون وحیدم بر رسول، گفتمش در 7 کردم من عدول. گرچه رب العالمینم هر زمان، لیک از عالم نمیدانم زنان. این زنان باشد عدو ما را همیش، بر همین علت همی رانم ز خویش. هر که را باشد زنی یار و رفیق، هست او را ابلیسان دائم شفیق. هر که کوبد بر سر و روی زنش، من او را باشم همیشه همدمش. گوش کن وامق تو حرف کردگار، تا که باشد مونست پروردگار. لیک آگاهم ز اعماق دلت، نیست در این لاف خانه منزلت. تو که اکنون بر سوی علم رفته ای، تار و آثاری ز ما ببروده ای. باشد اکنونم گرفتی بند دست، لیک رسوایم مکن نزد موجود پست. وامخ بگو تا چه کنم واریانیم، من پیر و خرفت گشته و اندر جهالیم. قرآن مرجع تقلید مسلمین، باشد کلام جعل و جهالت ارزانم.